اونور صالحان غیر از تو هیچ زن دیگه ای وجود نداره و فقط تو هستی. ولی وقتش که برسه چی کنی؟ اون وقت رانندگی هم میکنی؟ فکر کردی من جونم از سر راه آوردم؟ یالا بده من. اصلا به فکر خودتی. حالت خوبه؟ نه خدایا. به نظر من دکتر اونور یه حسی به لاله داره. اونورم این موضوع میدونه و سر همین موضوع هم به اونا حسادت میکنه. وای بتم تا حالا هیچ ننوشتی ها؟ خب تا جایی هم بازی دیگه تموم شده بود. اگه تسلیم شدی به هم بگو. یه دقیقه بابا جون، حالا من اینجا نکن هیچی نه. خب مامان یه کار دیگه ای میکنیم، تو غذای خوشمزه درست کن، بعدش میشینیم و با هم میخوریم. باشه؟ آره درست میکنم، چرا نکنم. اما نباید بهش چیزی بگیم. باشه اما خیلی مهمون دعوت نمی‌کنیم. خوشم نمیاد. آی مامان، میگم لاله فیلیزم خیلی دوست داره، اونم دعوت کنیم ها. خب باشه اما زیاد نشه، فهمیدی؟ نمیخوام زیاد شلوغ بشه. نه شما نگران نباشید. خدافظ سمت. روز خوش لاله خانم. اینو ببین، نگو بالا چشت ابروه، فوری به تیرش قباش بر میخوره.